به نام خدا. سلام بر شما مخاطب هنردوست. امین کیوان شعبانی هستم با اولین برنامه شعرباز که قراره هر بار درش شعری رو بخونیم و در حد وسعمون بررسیش کنیم. در این برنامه شعری از نیما یوشیج رو میخونیم به نام خانه‌ام ابریست. خانه‌ام ابریست، یک سره روی زمین ابریست با آن. از فراز گردن خرد و خراب و مست باد میپیچد. یک سره دنیا خراب از اوست و حواس من. آی نیزن که تو را آوای نی برده است، دور از ره کجایی؟ خانه‌ام ابریست اما ابر بارانش گرفته است. در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم، میبرم در ساحت دریا نظاره. و همه دنیا خراب و خرد از باد است و به ره نیزن که دائم می نوازد نی در این دنیای ابراندود، راه خود را دارد در پیش. شعر خیلی ساده شروع میشه. خانه‌ام ابریست، یک سره روی زمین ابریست با آن. یعنی شاعر میگه بالای خونه من یه ابره. حالا این معنی و سمبل چی میتونه باشه؟ قبل از هر چیز باید بگیم که نیما اساساً در 95% شعرها شاعر سمبولیسته. سمبولیسم یک مکتب ادبیه که شاعران قرن 18 فرانسه مثل بوتلر، مالارمه، آرتور رامبو با تأثیر از شعر مشرق زمین و همچنین شعر شاعر پیشین خودشون، شاعر آمریکایی ادگار آلن پو، پایه‌گذاری کردن. شعریست نمادگرا، مکتب سمبولیسم، مکتبیست نمادگرا با دکورها و فضاهای وهم‌آلود و گنگ. خانه در این شعر میتونه استعاره باشه از دنیا. در این میگه خانه‌ام ابریست، یک سره روی زمین ابریست با آن. میگه این دنیا دنیای ابریه، دنیای پر از ناامیدی و به اصطلاح مه‌آلودیه که نمیشه دید جایی رو. و ابر هم میتونه نماد بدیهای دنیا باشه. نماد میتونه بیداد باشه، نماد ستم، جنگ، استکبار، استبداد، خودکامگی، بیماری، ظلم، ستم و همه بدیها و مصیبت‌های دنیوی. بنده بعدی میگه از فراز گردن خرد و خراب و مست، اینا صفت‌های با همون باد میپیچد. یک سره دنیا خراب از اوست و حواس من. آی نیزن که تو را آوای نی برده است، دور از ره کجایی؟ نیزن میتونه سمبل نماد یک منجی باشه، ولی در این شعر نیست، چون در پایان شعر نیزن در شعر حضور داره، فعلا حضور نداره. بند آخر بخونم. خانه‌ام ابریست اما ابر بارانش گرفته. حالا اینجا یک تلنگر کوچیک برای امید دیده میشه. ابر بارانش گرفته. وقتی که ابر میخواد بارون بیاد، خب خود بارون نماد پاکیزگی و به اصطلاح نعمت و برکته. و حالا از اون بهتره که بعد از باران هوا خوب میشه و اون ابر از بین میره. و شاعر در این وقتی که در این تصویر خودشون میاد به اصطلاح میگه در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم،
میبرم در ساحت دریا نظاره. دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم و همه دنیا خراب و خرد از باد است. انگار بارونه نتونسته کاری کنه. قبل از اون دنیا دیگه خراب شده. اون دنیا میتونه استعاره از دنیا باشه، مملکت باشه، شهر باشه و حتی خانه باشه که نیما گفته که خانه هم عقلیست و همه دنیا خراب و خرد و از باد است. حالا نیزن حضور پیدا میکنه و به ره نیزن که دائم مینوازد نی در این دنیای ابراندود، راه خود را دارد در پیش. فعل مینوازد، شعر مینوازد یک پایان استمراری میده به شعر. یعنی نیزن که دائم مینوازد نی راه خود را دارد در پیش، یعنی دوربین رو گذاشته وسط جاده، مه‌آلود فضا، ابراندوده و این نیزن دور میشه و دیگه اینجا حتی به تاریک‌ترین نقطه ناامیدی میرسیم. یعنی خود منجی هم نمیتونه نجات دهنده این وضعیت باشه و راه خود را دارن در پیش، یعنی میل استمراری. شعر جاودانه تموم میشه. راه خود را دارن در پیش، حرف می نوازد شعر رو جاودانه میکنه. یعنی شعر ادامه داره، شعر تموم نمیشه. جزء شعرهایی که اساساً تاریخ مصرف نداره. یعنی در همه مثل شعر حافظ، مثل اشعار فروغ، در هر زمان و مکانی میشه خوند. و به ره نیزن که دائم می نوازد نی در این دنیای ابراندود، راه خود را دارد در پیش. از شاعران فرانسوی گفتیم و تأثیرشون بر شعر نیما. بخشی رو ببینیم، برمیگردیم راجع به این صحبت خواهیم کرد. شارل بوتلر، استفان مالارمه و آرتور رامبو 3 شاعر قرن 18 فرانسه هستند که پایه‌گذار مکتب ادبی سمبولیسم هستند. اما اینها خودشون تحت تاثیر یه شاعر قبل از خودشونن به نام ادگار آلن پو که کتابش رو معرفی میکنم، کلام و اشعار دیگر. ادگار آلن پو، ترجمه محمد صادق رئیسی، نشر پیام امروز. حالا ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که نیما چطور با این چرا آشکار این